درود دوستان، امروز میخوام یه مورد حرکتی که دزد گرفتن واسه از دور خارج کردن دزدگیر اکثر خودروها انجام میدن و بهتون بگم که چطوری به راحتی مثل آب خوردن دزدگیر ماشین رو از دور خارج میکنن. خب بریم بهتون بگم که این راهکارش چطوریه. خب میان نزدیک ماشین، این راهنما رو اینو یا در میارن خب یا میشکنن. وقتی که شکوندن یا در آوردن، یه دونه سیم به این سر یه دونه به این سر که داخل راهنما هست جا میکنن. به این صورت جا میکنن، مثبت منفیشو میزنن، بعد میزنن روی دزدگیر ماشین. دزدگیر که شروع کنه با آژیر کشیدن، بعد 10 ثانیه 15 ثانیه فیوز اصلی دزدگیر میسوزه. فیوز که سوخت، بعد 1 رو 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه ماشین راهنما نداره. خب یعنی راهنما نداره، ماشین دیگه دزدگیر نداره. حالا راهکارش چیه؟ تمام دزدگیرا فیوز اصلی دارن و فیوز راهنما. فیوز اصلیتونو باید همیشه قوی تر از فیوز راهنما بندازین. خب یعنی مثلا فیوز اصلیتون 20، فیوز راهنما رو 20 بندازین. خب فیوز اصلی رو 30 بندازین که اگه سیم جا کرد خواست دزدگیر رو از دور خارج کنه، فیوز راهنما بسوزه، فیوز اصلی نسوزه. این اگه آمپرش کمتر باشه، وقتی که اتصالی میده دیگه اینجوری دزدگیر از دور خارج نمیشه، فقط فیوز راهنما میسوزه. شما فیوز اصلی رو 30 بندازین، فیوز راهنما رو 20 یا 15. یعنی پس چی شد؟ فیوز اصلی دزدگیرتون قوی تر باشه که طرف دوباره برگشت فکر نکنه دزدگیر از دور خارج شده. یعنی فقط فیوز راهنما سوخته باشه، ماشینتون همچنان سالم باشه، دزدگیرش رو آژیر بکشه. این ترفندی بود که خودم بلد بودم گفتم بهتون بگم، شاید به کارتون. مرسی که دیدین. یا